شکر به حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش. و در حقیقت با شکرگزاری نعمت‌ها مفید و مبارک و ابدی و بر زیاد می‌گردند و با ناسپاسی و ناشکری نعمت‌ها به درد سرها و به وزنینی‌ها در این دنیا و آخرت. وقتی انسان ناسپاسی کند به نعمت‌های پروردگار، نعمت‌ها به ذلت‌ها تبدیل می‌یابند. برادران عزیزم، چنانه که شما می‌دانید ما در 15مین روز ماه شعبان قرار داریم. در فضل این ماه حدیث‌هایی را خواهیم گفت. عن اسامه بن زید رضی الله عنهما قالت یا رسول الله لم أدرك تصوم شهرا من شهور ما تصوم من رمضان. از اسامه بن زید رضی الله خداوند از هر دو آنها راضی باشد روایت میکند که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را پرسیدم ای رسول خدا، من ندیدم هیچ ماهی را شما به مانند ماه شعبان روزه بگیرید. صحابگان تمام عملهای پیامبر، تمام سخنهای پیامبر، تمام رفتارهایش را قید میکردند و نگاه میکردند و پیروی میکردند و عمل میکردند. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت در جواب حضرت اسامه بن زید؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. پیامبر محبوب گفتند که این ماهی هست که بسیاری از مردم از فضیلت و جایگاه این ماه غافلند و بی‌پروایند. و فرمود این ماه بین ماه رجب و رمضان است، یعنی کدام ماه میشد؟ ماه شعبان. و فرمودند و هو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله رب العالمین. و این ماهی هست که تمام نامه‌های اعمال بندگان خداوند به سوی پروردگار جل و علا می رود. تمام نامه‌های انسان‌ها نزد پروردگار جل و علا در همین ماه می رود. پس پیامبر محبوب من فرمودند فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. پس من دوست می دارم نامه‌های اعمال من نزد پروردگارم برود در حالی که من روزدار باشم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکند پیامبر محبوب من فرمودند هر کسی که یک روز را به خاطر خداوند جل و علا روزه بدارد، خداوند جسم و روی او را از آتش جهنم 70 سال دور میکند. آتش جهنم را از روی او و روی او را از آتش جهنم 70 سال دور میکند. و در حدیث دیگری آمده است، حدیث قدسی است، خداوند میگوید همه اعمال‌های بندگانم برای خودشون است. همه عمل‌ها، یعنی هر عبادتی هست به خاطر خداوند جل و علا است، اما برای نیکی خود انسان است. روزه هم همچنین، اما گفتن روزه رو مخصوص گردون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی و گفتند که روزه به خاطر من است و اجر و پاداشش هم نزد خداوند جل و علا است. برادران عزیزم، روزهای اندک به ماه مبارک رمضان مانده است. تیاریمان را برای استقبال این ماه مبارک، ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه آزاد شدن از آتش جهنم، دور شدن از آتش جهنم و به رحمت پروردگار جل و علا نزدیک شدن، این ماه مبارک نزدیک آمد. پس تیاری ببینیم برای استقبال این ماه مبارک و دعا کنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دعا می‌کردند که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. پروردگار در ماه رجب و شعبان برای ما برکت بده. 2 ماه پیش دعا می‌کردند و بلغنا رمضان، پروردگار ما را به ماه مبارک رمضان برسون. ما هم دعا میکنیم که خداوند جل و علا این ماه شعبان را برای ما و شما و خانواده و تمام بزرگان ما و شما، تمام مسلمانان مبارک بگرداند و همه ما و شما را به ماه مبارک رمضان برساند و از ما و شما قبول کند. و یک برادری از امریکا زنگ زدند که در حق مادرمان دعا کنین. خداوند مادر بیمارش و تمام مادران و تمام بیمارانی که در خانه ها و در بیمارخانه ها بستریان، پروردگار شفای کامل و عاجل نصیب بفرما برحمتک یا ارحم الراحمین.